درود بر شما دوستان. محصول جدید داریم. صفحه پیلار جنس آلومینیوم به قطر 160 میلیمتر دقیق و ضخامت 16 میلیمتر که البته اون چند دهم که بیشتره بابت جنس کد رنگ الکتروستاتیکیه که روی محصول خورده. 3 تا پیچ استاندارد 10 در زیر کار شده و در بالای اون یک مهره برنجی با یک پیچ مرکزی استیل که قابلیت تعویض از بالا رو داره. به راحتی این پیچ باز میشه و وقتی باز شد خود مهره برنجی هم دنده است، اونم توسط یه انبر قفلی یا کلاغی باز میشه. نکته خاصی نداره، فقط بولت هایی که در این محصول استفاده شده ما هیچ گونه آبکاری رنگی روش انجام ندادیم به لحاظ رعایت اصول آیین‌نامه‌ای که هیچ رویه‌ای نباید بر روی میلگرد های مدفون در بتون باشه. از این بابت به صورت ساده تقدیم میشه. این محصول و محصولات دیگه ما قیمت مصرف کننده داره و اینکه دوستانی که از ما تعداد بیشتری میخرن تخفیف میگیرن. مد نظرتون باشه که به هیچ عنوان جنس از گرونتر از اون چیزی که قید شده در کانالمون یا در سایت های مثل دیوار خرید نکنید. با تشکر.